سلمه زن پیغمبر خدا بودن. حدیث روایت میکنن که من همراه میمونه بودم، میگد زن دیگری پیغمبر خدا. بناگاه میگد در ما تق تق شد، نگاه کردیم مکتوم داخل شد. رسول اکرم میگد در حال بر من گفت سلمه و میمونه از جا خیزین، حجاب کنین، روی مالها را بالای سر پرتایین، پیشای برا محکم کنین. میگد سلمه میگد گفتم الیس هو اعمى؟ پیغمبر خدا مکتوم نابینا هست، چشمهاش نمیبیند. برای انسان نابینا حجاب کردن ما چی لازم است؟ وای ما را نشناسد، وای ما را نبیند. متن حدیث ما بر شما گفتم. حضرت میگد گفتند ای سلمه در اصل مکتوم نابینا هست، شما را نمیشناسد، لکن شما نابینا هستین، لکن شما مکتوم نمیشناسین. یعنی شما بینا هستین، شما میشناسین. نابسته وای بینا هست، نابینا هست. شما چیکار کنین؟ شما سطر اسلامی را نزد او کس رعایت کنین. برای آدم نابینا رسول اکرم زنهای خدا امر به حجاب کردند. امروز آدم بینا میدراید، باز این آدمایی که بعضی هایش که مثال در بعضی خانه مهمان میشود، خدا داناست که مثال وجود او چگونه است. از این خاطر در این مسئله سخت با دقت باشید. اگر ما و شما نخواهیم که در بزرگترین زنا یا در پسترین زنا مبتلا شیم، این چیزهایی که از پیغمبر خدا بر شما گفتم رعایت کنیم، انشاءالله ما و شما فردا در زیر بیرق زناکارها سر نمی برداریم. شرمنده باد همون فرزند، همون جوان، همون مسلمانی که فردای قیامت در زیر بیرق زناکارها سر می بردارد. به خدا قسم عمر شما بسیار کوتاه است، شما شرمنده میشین. شما به همین یک چهره خجالتی خودتان، با چشمهای همین شکسته خودتان به طرف رسول اکرم نظر کردن نمیتونین. حرام با چهره شما به سوی پیغمبر. پیغمبر نظر رحمت هم به سوی شما نمیکند. پیغمبر کسی را شفاعتگر است که در جاده شرع پیغمبر است. پیغمبر هم کسی را شفاعت میکند که طبق حدیث پیغمبر خدا رفتار میکند. شما نماز میخوانین، زنا را میکنین، نماز میخوانین، عرقخوری میکنین، نماز میخوانین، تویهای فساد میکنین، پس فردا باز طلب شفاعت کردن این خودش عیب است. در یک انسان خیانت کو، پس آن برای یاردم طلب کنین، این چی معنی دارد؟ سوره مؤمنون اگر تفسیر قرطبی را تماشا کنین، الزانی لا ینکح الا زانیه، همین سوره مؤمنون است، آیت 14 است. والله علم همین آیت تفسیر قرطبی را حضرت چی میگه؟ میگه من زنا، کدام مردی که اگر زنا کرد فسخ نکاحه بینه و بین زوجتی، نکاحش بین خودش بین زنش بریده می شود. کدام مردی که اگر در تفسیر قرطبی، در تفسیر همین آیتی که الزانیه لا ینکح الا زانیه، در تفسیر همین در تفسیر قرطبی میگد که اگر کدام بچه‌ای که یا کدام زنی که اگر در زنا مبتلا شد در حال نکاح او بریده می شود. هر فرزندی که از اینا میاد همش حرامی هستند. اختیارتون کدام راهش که انتخاب میکنین. آن چیزی که بر من مسئولیت بود در همین 2 جمعه باشم شما رسانیدم. انشاءالله باوری دارم که فردا من در پیشگاه خدا جوابگر نیستم. در همین قومی که البته گوش کردن و شنیدن. السلام علیکم حاجی میرزا مراد، از شما خواهش یک مسئله را دارم، خداوند شما را نگه دارد. من از یک نفر $2000 گرفتم. اول به نیت مضاربه، از بین 2 ماه گذشت، یک باره گفت اگر این ماه $300 ندهی ماشین تا میگیرم. با یاردم بعضی شخص ها من چیکار کنم؟ وای نیز نمازخوان است. یک برادر $2000 از کسی گرفت است، با نیت مضاربه گرفتن. مضاربه همین است که در اسلام ما و شما حلال است، فایده 2 تقسیم.
اگر از همین $2000 $1000 همین مردک بیابد، باید طبق اسلام $500 خودش بگیرد. $500 باید که آدمی مثال پولدار میگیرد، $500 آدمی که عمل کننده بود. $500 باید تقسیم که فایده دو تقسیم است. لیکن وقتی که اگر مثل امروزه ما و شما اگر نرخ بگذاریم $2000 میتم، $100 بر من میتی، نابسته تو فایده میبینی نمیبینی برای من فرق ندارد. $100 میاری، این از خوب ده حرام است. رسول اکرم میگوید اربعة حق علی الله ان لا يدخلهم الجنه ولا يذيقهم نعیمها. 4 طایفه هست. این حدیث پیغمبر خداست، حدیث صحیح است. ما یگان حدیث ضعیف، یگان حدیث من الخمر، کسی که عرق نوش است، کسی که اگرچه در 2 سال 1 بار عرق بنوشد این وارد جنت نمی شود. دویم آکل ربا، کسی در دنیا ربا میخورد، همین پراتین میخورد. و آکل مال الیتیم، کسی که در دنیا مال یتیم میخورد. حالی بسیار است بچه هایی که از دنیا میگذرند، زناشان 3-4 کودک قطعی میمونند، بعد چیکارشان میکنن؟ بعد در حال پیششان میکنن خانه پدر و مادرشان دیگر نه حق برای او است. اگر هم بچه خانه و درم داشته باشد، بیچاره مرده این مال دنیا که اولاد اجداد چکشتگی است، همون مال اجداد همه مالا را به خودش میگیرد. این کلن قطعی کودکا بعد خانه پدرش روان میکنن. این حق یتیم نیست؟ او بیچاره مهنت کرد برای زن فرزند خودش، ترا پدر مادر همچه پدر مادر حق در گردنش بود سیرت میکرد، لیکن این خانه و این مال و ملکی او به تو نمیرسد، یک حصه به تو میرسد، اکثرش به زن فرزندش میرسد. او را کجا از خانه بیرون کردی؟ امروز چند کس آمد ما را شکایت کرد که دختر ما از خانه پیش کردن، شوهرش وفات کرده است، 2 خانه داره، 1 خانهش نمیتنش. این خوردن مال یتیم است، ان شاء الله تو دوزخ میره. رسول الله در دوام حدیث میگویند کسی که در دنیا ربا میخورد یبعث یوم القیامت مجنونا، از قبر میخیزد در حالتی که دیوانه هست. از این خاطر برادری نیستین. وقتی مضاربه کردین شرط و شرایط گذاشتین، همان مضاربه رفتن بگیرین. با چی است که یک کسی دیگر من میارم ماشینی ترا میگیرد، او کسی دیگر ملائکه است، او کسی دیگر قد خدا زور است. این ظالمی تا به کی ما و شما ظالمی میکنیم؟ این ظلم است. آخر کسی دیگر هم میارم ماشینی ترا میگیرد. در دوره رسول در یک قصه میگذرد، ظالما را ببین، همین کسانی که در همین کارهای گناه باز یکدیگر را یاردم میکنن، باور کنین این یاردم کردنش یک جانب گناه، این ظلمی که بالای برادر میارد او را غصب میکند، خانه او را میگیرد، مال اشیای او را میگیرد، از این در ظلم دیگر نیست. نخواد که معامله برادری همت باشد. وقتی تو دعوای خدایی کنی، وقتی تو نمازخوان باشی، نخواه همچنان معامله کنی. فراموش نکن چراغ ظلم ظالم تا دم محشر نمی سوزد. چراغ ظلم ظالم تا دم محشر نمی سوزد. اگر سوزد شب سوزد، شب دیگر نمی سوزد. ای ظالم، این ظلم تو 1 سال دوام میکند، 10 سال دوام میکند، انشاءالله خداوند باز یک ظالمی را پیدا میکند که تو در ظلم او گرفتار میشه. میگه یک پادشاهی بود، فرمان داد که برای من یک قصر تیار کنین. قصر را تیار کردند، تمامش میگه چنان یک قصر زیبایی بود که وقتی پادشاه میگه در داخلش میدرآمد، هر یک آشیانش ساعتها تماشا میکرد. میگه 2م آشیانه برآمد، تماشا کرد، 3م آشیانه برآمد، تماشا کرد، و از همان تیریزه 3م آشیانه میگه بیرون نظر کرد، نگاه کرد که یک خانه ویرانه در همون قطار همون قصر پادشاه ایستادگی بود. وقتی دید این خانه ویرانه را، این پادشاه ظالم در حال طبیعتش خیره شد،
گفت این قصری مرا زیباگیش این خانه ویران کرده است، این خانه را در حال نابود کنین از پیش قصری من. میگه در حال همان خدمتگارهای پادشاه میگه پایان شدند. این خانه یک کمپیری بود، بیچاره برای تلبیدن بیرون شدگی بود، در خانهش نبود. آمدن میگه این نوکارهای پادشاه و در حال همون چهار دیوالی کمپیر را میگه چپه کردن، در حال میگه روش کرده پرتافتن، در جاش میگه گلی بسیار انداختن تا که قصر زیبای پادشاه، طبیعتی پادشاه خیره نشود. کمپیر میگه بیگاه آمد نگاه کرد که خانه همه چپه گردان کردگی. گفت این خانه مرا کی چپه کرد؟ گفتن همین پادشاه ظالم. این خانه تو مادامی که صورتش بیزه بود، مادامی که در نزد قصر پادشاه ناخوب میتاف، پادشاه امر کرد خانه تو را ما نابود کردیم. کمپیر میگه همان قابچه نانی که تلبیده بود در یک جا گذاشت و دست شبر داشت. گفت پروردگارا، گفت من در خانم نبودم، تو در کجا بودی؟ من که در خانم نبودم، این ظالم خانه مرا روش کرد، این خانه مرا نابود کرد، تو در کجا بودی؟ پروردگارا به داد من برس، امشب من در کجا خواب میکنم؟ میگه عرش الهی در جنبش در آمد. در حال میگه جبرائیل امین که 600 پر داشت، هر پرش دنیا را چپه میکند. فرمان داد، گفت این قصری که این ظالم ساخته است، جبرائیل بر تو فرمان از پایان شو و این را زیر زبر در زمین پرتاش. گفت در حال جبرائیل امین نه دیگر برای خداوند نه یک ترکیش ها لازم است بگیم، نه یگان یراقهای مستحکم لازم است. این جبرائیل خودش جواب دهنده همه یراقها هست. در حال میگه پایان شد. این قصر ظالم میگه برداشت در آسمان و در همون جای خودش میگه ناپدیدش کرد. این البته انشاءالله هر یک کدام مظلوم یک دسترسی دارد، به سوی خدا دعا کن، انشاءالله این گناه ریباخرا را خداوند از روی زمین گم میکند. السلام علیکم دوستان عزیز. بسیار تعریفات بسیار کرده است، لایق اینقدر تعریف ما نداریم، به خدا قسم. شما فخر ما هستین، شما دیگر هستین. دو سوال دارم. سوال اول این است که یک شعری را بر من تحلیل کن. بر در میخانه خواهم گشت چون حافظ مقیم. از این می و میخانه غرض چی هست؟ میبخشید داماد. در غزلیات های حافظ این مصرع های شعری میگذرد: بر در میخانه خواهم گشت چون حافظ مقیم. این حضرت میگد که همینجا میخانه ذکر شده است. آیا همین میخانه چی است؟ آیا حافظ همین میخانه هایی که الحال فساد کننده جامعه ما و شما از همین میخانه است؟ عارفان میگویند در هر یک شعر، در هر یک مصرع هایی که می ذکر می شود، بر ما و شما میگویند چی میگویند؟ شراب عشق نبود زاب انگور، شراب عشق نبود زاب انگور، رهی نوشیدنش هم از گلو نیست. شراب عشق نبود زاب انگور، آن شراب، آن می عشقی که ما در شعرهای خود یاد میکنیم، اونها آب انگور نیستن. میگه شراب عشق نبود زاب انگور، رهی نوشیدنش هم از گلو نیست. این شراب، این می که ما میگیم، ایران به طریق گلو نوشیدن میشود. از آن پیمانه و جام و سبوها غرض پیمانه و جام و سبو نیست. این جام، این بکل و این استکان و دیگر چیزایی که الحال زبانهای ما و شما میگردد، اینایی که ما در شعرهای خود ذکر میکنیم، اینها این ظرفهایی که عرق نوشا می نوشند، اینها نیست. میگه از این خاطر از آن معنی که عارف زلف گوید، اگر مبادایی که در یگان شعر ما و شما رو پروشیم به زلف، اگر زلف کند، این زلفی ای به توفیقان نیست، بلکه چی است؟ از آن معنی که عارف زلف گوید، غرض در پیچ تاب هیچ موی نیست.
اگر ما زلف گفتیم این همون زلف های کج دادگی از موی ها عبارت نیست، بلکه همه اینها عشق الهی هستند. از این خاطر دادر عزیز آن می و میخانه و دیگر شعرهایی که ذکر می شوند اینها را شما هیچ و با این می برابر نکنین. حتی خود همین حافظ چی میگد؟ المنت لله که در میکده باز است، زان رو که مرا بر در او روی نیاز است. خمها همه در جوش و خروشند ز مستی، آن می که در آنجاست حقیقت نه مجاز است. آن می که در داخل خم است می حقانی است، می مجازی نیست. از می مجازی این می که امروز تمام مردم دیوانه کرده است، این می حافظ چی میگه؟ از وی همه مستی و غرور است و تکبر، از ما همه بیچارگی و عجز نیاز است. این می که در خم، این می که خدا حرام کرده است، این فقط تکبری است. این همه مثال بگیم آزاردهنده اشیای دنیایی است. این می که ما میگیم این می همش عشق الهی است. 2 ایول 10 مهمان دارم، از خوجند می آیند. درباره آدم و چگونگی آدم صحبت می کردی. این صحبت را من در یک مولود از شما گوش کرده بسیار معقول شد. فکر میکنم که برای مهمانهای من هم این بسیار پسند می آید. 2 ایولش ای آدم زنده را تا 2 ایول خیلی وقت است، لیکن ما جمعه دیگر در باب امام اعظم گپ میزنیم. صاحب مذهب هستند، شاید که 2 جمعه را بگیرد. اگر 2 جمعه را نگیرد، جمعه دیگر ان شاء الله در باب فضیلت آدم چی هست، آیا آدم خدا چی فضیلت داده است و برای چی در دنیا خلقش کرده است. ان شاء الله صحبت بسیار خوب است. این برادر در کجای گوش کرده باشد بسیار صحبت معقول است. ان شاء الله به سمع شما میرسونید. السلام علیکم داملای عزیز. من در وقت التحیات خواندن انگشت خود را برداشتم. امام بر من گفت که این مکروه است. من به او گفتم که در نماز جمعه سوال دادن. داملا گفت یگان باکی ندارد. به من گفت که از قفای من نماز میخوانی، به گپ من گوش کن. نباشد در قرآن یک آیت است به تو میخوانم دیوانه میشوی. من به او گفتم امر معروف کن. به ما گفت که از شما 5 تنگه فایده نباشد. نماز شام در آمده جماعت میخونه و میرود. التماس به پورگی فرمانید. یکی از مخلصان شما خودش امام یک وقته باشد، همون آیت جماعت نمیخونه در قرآن که دیوانه خود شود. که خدا در قرآن چی میگه؟ خدا در قرآن میگه وقتی روز قیامت میشود سوره نون بخواند، همون سوره قلم بخواند، انا دیوانش میکند. من یک آیت میخوانم شما دیوانه میشین. درباره انگشت سبابه در قرآن آیت نیست، مکروه است، خودش مکروه است. کتابی هست در دست ما مولوی محمود جان که از خیلی مولوی های بزرگی همین تاجیکستانی ما و شما است، ایشان نوردین جان دادرشان تزیین عبارات فی تحسین الاشارات. این کتاب علی قاری است، حضرت به فارسی گرداندنش. خودش حنفی مذهب است. همین حضرت در همین جا 36 حدیثی صحیح پیغمبر در باب برداشتن همین انگشت در وقت التحیات حضرت ذکر کردگی هستند. اگر علم داشته باشد، سواد داشته باشد، مرحمت همین حدیث ها را تماشا کند، خودش البته همش معین می شود. من در خانم کتاب دارم از 12 جلد عبارت است که فقه الاسلام و ادلته، تاریخ امام اعظم خودش چه علم برداشت در همون کتاب ذکر شدگی است. یک روز یک جوانم در همین جامعه یک کتاب آورده است، لابد منه، یعنی ضروری هست گفتگی. همون لابد منه در همون متنش به زبان فارسی نویسنده است که کسی اگر انگشت سبابه را بردارد در وقت التحیات مکروه است. باز در بالای همین یک اشاره مانده است، یک رقم 4. بعد شهر دارم کتاب لابد منه. وقتی شهرش نگاه کردیم میگه در صحیح روایت درست است. ما با او جوان میگم که این در حواشیش یکمش ما گفتم با کتاب تو ما ایمان ندارم. این نویسنده استش، حدیث در پیش ما است.
دویمش که این کتابی که در حواشیش نویسنده است که در صحیح روایت برداشتنش جایز است، این چه کار کنیم؟ میگه اوش اعتبار نیست، همیش اعتباره. اوش کی نویسنده است؟ سوالای بی معنی، یک بگیم امتا علم های ناکافی، ما هم که علم ناکافی است، لیکن همه حدیث ها برای ما و شما کفایت کننده است. کسی که میکند کردن بگیرد ثواب میگیرد، کسی نمیکند در همین مسئله خلل پذیر نشود گناهکار میشود. هیچ کس غم نتین، کسی میبردارد نمیبردارد اینا در شما دخل دار نشید. همین ضرر شب بر ضرر همون کسی پرتوین که فتوا داده است. خدا همون فتوا دهنده را خود جزای نیک میتد خود جزای بد میتد، همون ملا خودش میداند. از این خاطر شما این مسئله در نچستین، زورتان به همون سواد نداریم، به همین چیزای علمی نرسین. اینجا حدیث ها ما بسیار نویساندم، وقت چون نیست اینجا سوالا بسیار آمدگی است. یک حدیث شما میخوانم. خود امام اعظم چی میگه؟ و اذا صح الحدیث و هو مذهبی، در کجایی که اگر حدیث صحیح بیافتین همون مذهبی من است. خود امام اعظم میگه. همین امام ما و شما ان شاء الله من جمعه دیگر در بابش به شما قصه میکنم. ان ابو هریره ان الرجل كان يدعو باصبعي فقال احد احد. میگه ابو هریره میگه یک جوان نماز میخوان، در حالت نماز خواندن در وقت التحیات هر دو چلیکاشا میبرداشت، یک چلیکش از این طرف یک چلیک از این طرف. رسول اکرم از بالای سرش آمدن گفتن یک تشه بردار، یک تشه بردار. عملی هست که دیگر حدیث های پیغمبری خدا از این مسئله ما و شما دیگر شبهه نکنیم.